الله علیه و سلم آمده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر قوم، هر گروه در جای بشینند، یاد الله بکنند، ذکر الله بکنند، تعریف خدا را بکنند. حالی در این مجلس ما و شما جز این چیز دیگر نیست. نشسته که ما و شما داریم یاد خدا، تعریف خدا و ذکر خدا هست، چیزی دیگر نداریم. همین چیز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هر قوم چنین حالت در آنها پیدا شود، یعنی ذکر خدا باشد، تلاوت کلام خدا باشد، ترجمه کلام خدا باشد، یاد الله باشد. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت خداوند 4 نیکی بالای آنها نصیب میکند. 4 نیکی. یکی از این نیکی ها رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک گفت خدا بالای این قوم همین گروهی که یاد الله میکنند باران رحمتش را فراوان میکنند. باران رحمت. در این نشسته که ما و شما داریم برادر عزیز، در نزد علما و دانشمندان یاد از خدا میشود و پند نصیحت میشود. دوستان عزیز، بهترین چیزی که ما از خود میکنیم در این مجلس، بهترین چیزی که ما استفاده میبریم، این تنها خوردنی ها نیست. الحال ما و شما از خوردنی های زیاد استفاده بردیم، از میوجات و خوراک های زیبا و لذت. اما برادر عزیز، خوبترین چیزی که در این مجلس هست این نزول رحمت الله است، پاشیش رحمت الله بالای این قوم است که ماها از بهترین چیز که اون نامش رحمت الله است استفاده میبریم. خدا کنه که چنین مجلس ها بیشتر گرده و ما و شما را خدای مهربان توفیق نصیب گردانه که در چنین مجلس ها بیشتر باشه. به خاطر برادر عزیز، در مجلس ما و شما الحمدلله که بزرگا حضور دارند، ما خدا را شکر میکنیم که در جامعه ما علما داریم. برادر عزیز، همیشه خدا را دعا کنیم که پروردگار مهربان نصیحتگرا را زیاد کنیم، علما را زیاد کنیم. اینها نورند. علما نور جامعه هستند. اگر قوم عالم نداشته باشد، قوم نصیحتگر نداشته باشد، قوم پندگو نداشته باشد، اگر اون قوم بسیار در عذاب است، بسیار در عذاب است. قومی که عالم دارد در هیچ جای زندگی رنج نمیکشد، در هیچ نقطه زندگی رنج ندارد، برای که علم عالم رهنمای او است، علم عالم خدمتگار او است. ببین یک عالم در جامعه ما و شما باشه، ما از حالت تولد خاندان ما، در خاندان ما یا فرزند شود خوش و گوشمان اینجا انشاءالله و عالم است، هر چی ضرورت هست میپرسیم. اگر توی کن باشیم عالم داریم، نکاحگر داریم، خدای نکرده روز جنازه و تا مرگ مونه ببین در جامعه من، در محله من هست داملا. انشاءالله اگر ما روز مصیبت هم گرفتار شدیم در روخانه که داملا همینطوری مصیبت شده میام ما و شما را چند کیف میکنه. این فیض عالمه برادر عزیز. ما بریم یک جای را سراغ کنیم که او در اون محله عالم نیست، ملا نیست و خدا قسم اونها رنج میکشن، اونها رنج میکشن. من خودم یک محله داشت رفتم مهمان شدم، بعد سراغ کردم کیه؟ گفتم داملای محله. داملاتون کیه؟ گفتم یاد داملا داشتیم واسه بار اینجا کوچیکم بر رفتن اون وطنهای خودشون دیگه هیچ کنی سازیده این محله ما. گفتم شما بعد یک شب روز یک بیماری، یک مقصد مصیبت وزبینیه که داملا در کاشا چیکار میکنین؟ یک مصیبت همون اشتهی بود، بسیار با تحصیل گفت داملا گفت همه حساب تعصابی بخدا گفت همه حساب بسیار تعصابی. در حقیقت گفت یک حالت لازم شود که اهل علم همونجا باید باشد، زودترک باید پیدا شود و مقصد باید خدمت کنه. همه حساب ما تنقیصی میکشیم، محلهای دیگر میریم التماس میکنیم، داملا میگیریم بیم در نکاح در جنازه در دیگر ببین برکت عالی. به خاطر برادر عزیز الحمدلله که در این مجلس ما و شما علمای بزرگی منطقه و دیار ما و شما حضور دارند، هر کدام با نوبت انشاءالله برای ما و شما پند و نصیحت میکنند.
از علم داشته خود برای ما و شما تاکیدها و تعلیمات میکنند. انشاءالله که از علم اینها با یک حرفی رم، یک سخنی رم، یک کلمه‌ای رم اگر از خود کنیم، انشاءالله به امر الله که برای ما و شما خیلی خیلی فایده ها می شود. انشاءالله که الحمدلله علمای بزرگ و قاریای بزرگ هستند که همه چهره های شناخته، اکی آقای میرزا و اکی داملا عبدالرحیم استاد بزرگوار، اکی داملا عبدالعلیم و اکی داملا محمدالله بابای ایشان مدثر و قاری امردین و قاری خورشید و دیگر بزرگان الحمدلله در مجلس ما و شما هستند. یک ساعت یا 2 ساعت وقت ما و شما اگر در حضور اینها و گوش کردن پند و نصیحت اینها بگذرانیم، انشاءالله که ما به همین ساعت عمرمان فردای قیامت فخر میکنیم. همین ساعت عمرمان قدی ما به هیچ ساعت عمرمان اگر فخر که نتانیم، خوشحالی که نتانیم برادر عزیز، همین ساعتی که ما و شما در نزد یک اهل علم میشینیم و تعلیم میگیریم و نصیحت گوش رسول الله بیا بسیار صدای زیبا، یعنی محبت پیغمبر داشته باش، از تعلیمات پیغمبر راه برو، از دستورات پیغمبر حکم بگیر. همسر و شامن گوی حبیب خدا من یک درخواست دارم، برایت درخواست آمدم. گفت چه درخواست داری؟ گفت منم یکی مسلمان ها. گفت بله. تو هم یکی از نفرهای مسلمان ها شدی، الحمدلله مسلمان شدی. گفت من مسلمان شدم. گفت بله. گفت من حق دارم که یک نفر پناه بتون پناه دادن منم حقوق در دین داره، یعنی من حق دارم که یک نفر پناه بتون بگم همین را نرسین چون که در پناه من هست، دفاعی از همین نفر. گفت ها حق داری. همسر اکرمه با پیغمبر نه مسلمان شده است، نه مسلمان شده است. گفت نباشد من اکرمه را میخوام پناه بتون. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حکم قتل گفتگی، اینا را چند نفری بودن که مسلمان ها را کشتن در فتح مکه، گفت که در راهشان کردین اینا را بکشینشون. گفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت من اکرمه را میخوام پناه بتون، در پناه ما باشد، در دفاع ما باشد، من حق دارم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود مهربانی شد، گفت که حق داری. مایلش گفت و خاطر ما اکرمه میگذاریم، حکم قتل شگیری. همسر اکرمه رفت، از پس اکرمه کافت آوردش، گفت که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را بخشیده. گفت که من 21 سال با پیغمبر دشمناگری کردم، 21 سال. پدر من و من دشمن اولین درجه محمد بودیم، چگونه مرا بخشیده است؟ گفت بخشیده است. خلاصه کار کرد باورش کنم، ایلب بحر گرفت آوردش. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بیت خانه با صحابه ها شیشته بودن. اکرمه دو در چشم پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمایان شد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ای صحابه های من، صحابه های کشته بودن، ای مردای مسلمان، اکرمه آمده ساده است برای این که مسلمان شود، ایمان آوردن آمده ساده است. در پیش اکرمه پدرش ابو جهل نگه. مهربانی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت پدرش ابو جهل نگه، از همه دشمنی سرسخت شد. گفت پدرش هیچی نگه. و اکرمه نزدیک آمد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جاش خیست، به سوی اکرمه دوید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای آغوش گرفتن دشمن 21 ساله را، 21 سال جنگی دست و دشمنی کرده است، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آغوش گرفت. اکرمه را آغوش باز کرد، به سوی اکرمه دوید. بعضی ها میگن حتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم ردای مبارک گرفت، پیش پای اکرمه پرتافت و اکرمه را مرحبا گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. چی پیغمبر مهربانی، چی پیغمبر دلسوزی. خدا خیر بده خاری‌ها را. بسیار نظم زیبا، بسیار صلوات زیبا خواندن. اکنون برادر عزیز در حضرت استاد عمر دراز و نصیحت نصیب روزی گردانه. آن چیزی که برای ما و شما نصیحت کردن، پروردگار توفیق عمل برای ما و شما نصیب روزی گردانه. خدای مهربان مادرها و خواهرای ما و شما را از جمله مادرای بگردانه، از جمله همسرای بگردانه که
سه خصلتی را که از حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت به گوش ما رسان، به گوش مادرها و خواهرها رسان، خدای مهربان از این خصلت ها در خودشان داشته باشد و پروردگار مهربان خواهری را که الحال برادرمان حاجی تویچی گسیل میکنه به خانه شوهر، پروردگار خواهرم از همین جمله زنها، از همین جمله همسرها خدا نصیب روزی گرداند. حسن بصری را میگه خدا رحمت کنه، یک نفر آمد پرسیدش که حضرت من دختر دارم. اگه حاجی تویچی باری دخترش قدرس شده بود است، میخواسته شوهرش بوده، مصلحت پرسی آمد، گو حضرت دختر من قدرس شده است، خواستگارا زیاد آمده سادیان، در خانه هر کس خواستگار آمده ساده، چگونه انسان بتماش؟ شما چی توصیه میتید؟ من همین دختر بکی بتون چه خیلی بچه باشد، حالی دما و شما خواستگار بیا اول میپرسیم، حالی پیشتر زنها همینا میپرسیم، 10 سال پیش زنکا همی عادت داشتند، حاضر مردکا دم گذشته، همین دوماده که آمد خواستگاری میپرسیمش ماشین دارن، یگانجا کار میکنن، درآمد دارن، پول ثروت خانه دارن. اگر در انتخاب دوماد یا در انتخاب کلون یا بچه ها هم باشن در انتخاب همسر انتخاب درست نمیکنن. این نفر آمد گو حضرت دختر ما بچه خیلی آدم بتون. برادرای عزیز، حالی ما میخواهیم زندگی فرزنده ما خوب باشنه، بچه داران میفارشون که خوب داشته باشن، دختر داران میفارشون که دمادی خوب داشته باشن، دمادشان دخترشان از ظلم نکنه، از زندگی خوب کنه، بچه دارا باشن. ای خدای همی یک کلمی مسلمان من بوده، کلمی ساز باشه که خانه و در قب باشه، گردان نباشه، اما به خواهش نمیشه. و برادر عزیز حسن بصری رو چی گفت وقتی این مصلیحتش پرسید؟ گو بچم اگر مصلیحت مرا میخواهید دختر ده جوان ربوته که از خدا میترسد، جوان ربوته که ای خدا بترسد. گو این چی فایده داره؟ خدا ترسید از زندگی چی فایده داره؟ حضرت پرسید، حضرت در جواب گفت که این احبها فاکرمها، اگر همون جوان خدا ترس دختری تر دوست داشت، در همه زندگی محبت نیست، بعضی زندگی هست که محبت نیست، اما زندگی رفته ساله، زندگی هست. جوانایی را ما خود ما دیدیم میگه حضرت من همین همسر من دوست داشته نتونستم، لیکن به خاطر خدا که طلاق گناه ہے، و خدا قسم در این خانه جوان مرد آمده است، من همین حالت میپرسم طلاق گناه هست، من همین یک کپیدم یک سازم. ببین زن به خاطر خدا، به خاطر خدا که من طلاق نکنم که غضب خدا هست، طلاق نکنم که مقصد یک زنی مسلمان کوچکی نشود، من همین را قبیله میسونم. حضرت چی گفت؟ جوان اگر خدا ترس باشن دختری تر دوست داشت اکرمها، بسیار بسیار حرمت احترامش زیاد میکنم. و این ابغضها، اگر که دوستش نداشت محبت نکرد، محبت هم پیدا نشید و جوان خدا ترس باشه، لم یظلمها، حضرت گفتن ظلمش نمیکنه. حدی اقل بچه خدا ترس همین قدر خوبی داره که همه دخترک ظلم نمیکنه. امروز چقدر زنها شکایت میکنن، مولا همه قضاده هستم که دوست من شکسته، دوست شکستگی اومدگی، باور میکنین دست شکستگی، که همین کفتکش بستگی بیچاره دامدام اینه میتریشتی هم چیکار کنم. ببین برادر عزیز، به همین خاطر ما در انتخاب باید خدا ترس انتخاب کنیم. چی گونه ای که ما را پیغمبر صلی الله علیه و سلم مردا را سه چیز اشاره کردن، گفتن قلبا شاکرا و لسانا ذاکرا و زوجة مؤمنة تعین احدکم علی امر الاخره.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت شما میخواهید از دنیا مال اگر بگیرین 3 مال بگیرین. یکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت قلبا شاکرا، دل داشته باشین که شکر خدا کنه، این بهترین مال است. زبان داشته باشین که ذکر خدا داشته باشه، این دوم بهترین مال. سوام حبیب خدا گفت اگر میخواهید از دنیا مال برای خودتان بگیرین، حبیب خدا گفتن زن انتخاب کنین که مؤمن و مسلمان و صالحه باشه که در کار دین و آخرتان شما را کمک کنه. کار امردین میتیم یکی از خوش آوازهای منطقه ما و شما